و برای تو گفتن که تو این گناه و معصیت را کردی، آنجا انکار بکن و بگو من نکردم. آنجا انکار بکن، آنجایی که و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. به صحرای محشر زبان میگوید که من گناه نکردم. این زبان آماده میشه، میگه من گناه نکردم. الیوم نختم علی افواههم، در روز قیامت روزیه که بر این دهن مهر نهاده میشه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. این دست شهادت میدهد که تو چنین گناهی نکردی. و تشهد ارجلهم، پا شهادت میدهد که آیا چنین گناهی نکردی. الیوم نختم، امروز دهن حرف نمیزند. اگر میتوانی در صحرای محشر انکار کنی، بگی خدایا من گناه نکردم، امروز گناه کن. سروران عزیز و بزرگوار، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. همه ما گناهکاریم، نگون که من خطیبم. همه ما گناه و معصیت امروز جامعه ما، دکان ما، شهر ما، قلب ما، فامیل ما، تمام وجود ما را گرفته. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. او روزی که بر دهنها مهر نهاده شود و این دستها شهادت بدهد و پاها شهادت بدهد، او جایی که احکم الحاکمین، او جایی که عادل العادلین، او جایی که رب العالمین از من و تو حساب بگیرد. پس من و تو امروز باید متوجه حال خود باشیم، متوجه باشیم که شاید انقریب مرگ به سراغ من و تو بیاید. شاید یک ساعت بعد، یک روز بعد، شاید یک ماه بعد و بالاخره شاید یک ثانیه بعد مرگ به سراغ ما بیاید. اما این دنیا تمام می شود. خدای تبارک و تعالی از ذره ذره از انسان پرسان می کند. بزرگترین نعمت پروردگار عالم برای انسانها توبه هست. برای انسانها اینه که بگه یا الله ندانستم، مثل حضرت آدم بلند کنه دستان خود را، بگه ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. مثل حضرت موسی بگه ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. خدایا من ظلم کردم بر نفس خود. مثل حضرت یونس بگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دروازه های رحمت الله بازه. باور کنید سروران عزیز و بزرگوار، اگر من و شما یک قطره اشک بچکانیم، یک قطره اشک بریزانیم به خاطر الله و ترس از الله، رحمت الله سرازیر می شود. از دوستا چند هفته پیش هم تقاضا کردم تکبیرها اول جای مناسب بگیم و بعد تکبیر یک گوشه بگذاریم. روز جمعه هست تا اینکه از موضوع چیزی درک بکنیم و بفهمیم و ما هم نشه خدای نخواسته در مقابل دعوت و تبلیغ بی صبری کنیم. اگر یک روز کسی به ما حرف زد، اگر کسی به ما حرف زشت گفت، اگر کسی گفت برو به تو نمونده، اگر کسی گفت حال تو هم ملا شدی آخون شدی، پس اینه که دوستا چون وقت هم کمه، 20 دقیقه یا نیم ساعت دیگه وقت مانده، از عموم برادرها درست ذوق شوق و جذبه در بین برادرها هست، از تکبیرها خودداری بکنن. صلوات ختم بفرمایید. همین صلواتی که ختم کردیم، الله سبحانه و تعالی میگه کسی بر حبیب یک درود بگه، ما برای از او 10 درود میگم، 10 صلوات، 10 رحمت نازل میکنم. اما تکبیر گفتن به جای نیامده مگر در چند جای استثنایی. وقتی از فتح و فتوحات صحبت میشه، جای الله اکبر، جایی که یک کافر مسلمان میشه، اونجا جای تکبیر گفتنه. پس به همین ترتیب دوستا متوجه باشند.